سه تا کار رو موقع خرید عطر نکن. هیچ وقت از عطرهای اسانسی و عطرهای روغنی استفاده نکن، حتی اگه فروشنده خودشو بکشه که این جنس رو به تو بفروشه. بعداً برات سرطانزا و کلی مریضی خاص برات میاره. علی پرفیوم، دومین کار چیه؟ خداییش عطرتون رو تو ماشینتون یا تو کیفتون نذارین. هم امکان منفجر شدن عطر رو داره تو شرایط گرما، همین که پدر عطرتون در میاد، از بس جابجا میشه همش ازش میریزه و کلی دردسر داره. جایگزینش دکانت رو انتخاب کنید، یا دستلیز یا مینیاتوری یا سمپل. چیکار داری میکنی علی پرفیوم؟ خداییش دیگه نمیدونم از دست شما چه خاکی تو سرم بریزم. این عطرایی که اورجیناله رو از من انتظار دارین که قیمت $500 رو بهتون بدم $50. آخه نامرد کارمون فروش عطر فیک که نیستش که. هر عطری یه قیمت مشخصی توی سایتش داره. برای همین انقدر انتظار تخفیف از من نداشته باشین. حالا چه خاکی داری میریزی تو سرت؟ اصلا گلدونای کنار اینا خاک برداشتم میریزم. بابا بازم به شهرداری، دمت گرم.